منوچهر میگه که همه گپ ها رو آنها گفتن من چی بگویم. البته تو درباره دسته اردن بگو که بازی داشتیم چگونه میتونیم آنها رو شکستیم. آیا به فکر تو به نظر نمیرسد که دسته منتخب اردن از نگاه جسمانی خیلی پرقوت است؟ اول سلام علیکم به همه مردم تاجیک که ما رو دارن دستگیری میکنن تماشا میکنن و بله اردن خیلی دسته پرقوت است، بازیگرای نیز خوب هم دارد و ما با آنها در تاجیکستان بازی کردیم و خیلی سختی و سستی آنها رو میدونیم و مربیان هم در تمرین ها از تمرین ها میگویند که چیکار کردن در کار چیکار دیگر تا آخر بازی میکنن. فهمو شما بازی با ایران رو تماشا کردید؟ بله تماشا کردیم. کدام بازیگران اردنی مثلا به نظر شما شبهناک میتواند مثلا در هجوم در اون لحظه‌ای که مثلا بازی ما رو میشکنند و همین طور رقم 10 یکم فرق میکند از دیگر همدستهایش چون که خیلی در چمپیونات بقوه بازی میکنه. اردن خیلی دسته قوی است، بازیگرای خوب هم دارد و یا دو تاش خیلی فرق کننده است. از ما هم داریم بازیگرای خوب، ما هم بیشتر داریم ان شاء الله که تا آخر بازی میکنیم. سلامت باشید، تشکر زیاد برای کار، حتما غلبه بکنیم ان شاء الله تا آخر. در دو بازی آخر نیاد بازی زیبا نشان دادید، هرچند گل‌های زده شما حساب نشد اما توجه به اردن است. اردن رو چگونه استقبال میکنیم؟ ما چون که شما شاهد هستید در دوشنبه با دسته اردن بازی کردیم. معلوم است که اردن خیلی دسته پرقوت است و با بچه‌ها آمادگی خوب دیده، با سرمربی با استاد مربی آمادگی خوب دیده به این بازی آماده میشیم تا اینکه مخلصان فوتبال تجربه شد گردانیم بار دیگر. خوب ببینید که اردن در دقیقه‌های اخیر بسیار بازی زیبا میکند، از جمله در تاجیکستان هم در 3 ثانیه با ما گل زد و حساب رو برابر کرد. اینجا در مقابل عراق هم همین گونه بازی کرد که در وقت الوگی همین دسته منتخب اردن توانست بر عراق غلبه کند. بله از این برمیاد که دسته اردن تا آخر بازی رو ادامه میدهد و آنها از رفت بازی رو افتادن نمیشوند گرچه بوین ایستاده باشند. برای ما نیز ضرور میاد که تا آخر بازی فکرمون در بازی باشد و کوشش کنیم که غلبه به دست بیاریم. تیاری‌ها چگونه هستند و روحیه بچه‌ها چگونه است؟ تیاری خیلی خوب است، رویه بچه‌ها نیز خیلی خوب است. ما خیلی خرسندیم که با مردم تاجیک این غلبه ها رو توفیق کرده ایستادیم و می‌خواهیم که باز ادامه دهیم تا اینکه سری مردم تاجیک رو در تمام آسیا بلند برداریم. سلامت باشید. با امید که دسته منتخب تاجیکستان بر دسته منتخب اردن که یک بار واخوردیم و با حساب 1-1 برای بازی‌های جام جهان واخوری رو انجام دادیم، این نوبت به پیروزی میرسد. اما طور دیدید سرمربی دسته ما میگوید که این بازی هم به درازا میرود و از ضربه‌های پنالتی یکی از دسته‌ها به بازی‌های نیم نهایی میبراید. ما گمان داریم که حالا رستم کمی علت برداشته است، در این مشق‌خانه بود، کمی طبع ما رو کمی هم گیم پایان هم برد، خسته هم شدیم، اما امید داریم که رستم به بازی برمیگردد و این قهرمانی ما بار دیگر تاجیکستان را نجات میدهد و به بازی‌های نیم نهایی میرویم. بین